سازمان لیگ و آقای سعودی مهدی صحبت کردیم در مورد سه تا جلسه مثل اینکه بود در مورد برنامه‌های فصل بعد و اینکه خوشبختانه برنامه تیم امیدم گنجونی شده توی امسال. صحبت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. شرمنده‌ام که شما رو هم زیاد معطل کردین. حالا من نمی‌دونستم شما اصلا اینا هماهنگ می‌کردیم بیاین دفتر بشینین، بالاخره شما به گردن ما حق داریم پذیرایی بشه. این اول معذرت خواهی رو دارم از شما، ان شاءالله دفعه دیگه هماهنگ کنیم. خب جلسه خیلی خوبی بود. جلسه اول راجع به برنامه‌های لیگ آینده بود که ما دو تا کار رو کردیم. یکی این که تقویم تیم ملی المپیک هم دیدیم ما برای اولین بار و من علاوه بر سرمربی تیم ملی مدافع مربیای لیگ هم بودم. خیلی جاها آقای سهیل میتونه شهادت بده که ما خیلی جاها منافع باشگاه رو ارجح دادیم، چون بالاخره من خودم هم بازیکن این بخش مربی لیگ بودم و اینا. اینم یه جلسه خیلی خوبی بود. منتها یه سری جزئیاتی که باید جابجایی بشه که حالا برنامه رو به ما دادن، ما هم با همکارامون بشینیم نهاییش کنیم که به قول آقای تاج برای اولین بار بتونیم یه برنامه یه ساله بدیم. یعنی اگه ان شاءالله این اتفاق بیفته خیلی چیز خوبیه. ولی خب شما میدونید آقای مهدی و آقای کشوری هم یه سری بالاخره مشکلات خودشونو دارن. اگه برنامه ریزی یه ساله شده اگه اعلام نمیشه بالاخره مسائل دیگه هم هستش. خب جلسه بعدی هم ما با آقای تاج داشتیم که در رابطه با همکارامون و ایشون هم لطف کرد که حکم ما رو دادش و اینا. جلسه خیلی خوب بود. در رابطه با تورنمنت کافا قرار شد بریم به هر حال امکانات رو ببینیم. خوشبختانه حالا میگن تیم کنیا هم اضافه شده، عمان هم هست و اونجوری هم که میگفتن چمن‌ها مصنوعی نیست، چمن طبیعی. حالا قرار شد بریم هم زمین و هتل رو ببینیم. قرقیزستانه دیگه. بله قرقیزستانه، ولی چمن زمینش طبیعیه، چمن طبیعیه دیگه. همین دیگه دوست در کلن بس هنوز تورنمنت کافا اینو معلوم نیست میریم یا نمیریم آقای نه. اگه اون شرایطی که مد نظر کادر فنیه که تو هم یکی دو سه چهار روزه قرار شده احتمالاً یک دو نفر جایگزینی داریم برای نه حالا همین دیگه یکی از مشکلاتمون همینه. ولی فیفا دی بعدی هم یه برنامه خیلی خوب داریم که آقای خراتی دوستان آقای مومنی آقای قلی زاده دارن تلاش میکنن و اینا. یه برنامه خالی دیگه داریم که اونم میگه علمی دستیاره خارجی چی شد؟ به جمعنی رسیدین؟ حالا اسم میتونید بگید؟ البته اجازه بدین نگم من همکار دستیار نیستش. ما دو تا اس دادیم که حالا ان شاءالله هر کدوم نهایی کردن. آقای مهندس نبی صحبت کردن با دپارتمان بین‌الملل اعلام میکنن. حالا اجازه بفرمایید اسمشون رو بگم. حالا اجازه بفرمایید که آیا قانونی بودجه کافی فدراسیون داره حالا بعد تورنمنت کاپا و اینکه کلا شرایط برای پشتیبانی از نظر مالی چطوره؟ خب اینا رو از آقای تاج بپرسید. یه بحثی هست در مورد من فنی بپرسید. یه بحثی در مورد حالا زمان اعزام کادر فنی کادر اجرایی تیم ملی به قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 19 اردیبهشت ظاهراً قطعی شد. نه ببین اونجا یه آنالیز جام جهانیه که نه اجازه بفرمایید. یه آنالیز جام جهانیه که 2 روز قبلش ما میریم بعد اون قرعه کشی جام ملت. یعنی ما اونجا احتمالاً اول من آقای دکتر ماجدی میریم 2 روز اونجا هستیم برای همون آنالیز جام جهانی، بعدش هم 3 روزم 2 روزم برای همین قرعه کشی جام. همین یه صحبتی مطرح میشه در مورد برخی از بازیکن‌ها از جمله سامان قدوس و کریم انصاری فر که خداحافظی کردن، با خودشون صحبت کردین چنین مسئله صحت داره یا نه؟ ما چون این الان درگیر واقعا لیگ هستن، درگیریشون هم بالاخره انتهای مسابقات و اینا، ما چیزی نشدیم. ولی حالا اگه نیاز باشه صحبت هم میکنیم. آقا درای تیم ملی شما اعلام کردین همیشه روی همه بازیکن‌ها بازه. بعد از اردوی اخیر ما مثلا مرتضی پورعلی رو دیدیم که عملکرد خوبی داشت. بازیکنی که اردوی قبلی نبوده که قرار نیست همیشه نباشه. نه اصلا همچین چیزی نیست. هر کی که شایسته باشه عملکرد خوبی داشته باشه ما در خدمت شما هستیم. امید خدا. بعد یه سوالم در مورد دستیارای ایرانی همکاران ایرانی هستن دیگه، چند تایی هستن. یه صحبتای آقای تیموریان مطرح کرده بود در مورد پرسپولیس، ناراحت شده بودن، گفتن که مربی تیم ملی نباید نگاه رنگی داشته باشه. آقای تیموریان راجع بهش صحبت کرد دیگه.
بسیار عالی. صحبت کردیم. مرسی. خیلی ممنون از شما آقای قلعه‌نیا. مرسی.